که نظارت مدیم و موضوع مقابل کرم سیدی پرونده در سود اقتصادی شهر شنبه رفته ایستاده است نسبت آشخانه که در بینای وزارت صنعت و اطلاعات ها در آشانه یکم خط خصوصی گردانده شده است سال 1999. کمیته ما هم جوابگر رفته ایستاده است پراتسیز از پگاه سر می شود. ما در این موافقه سودی اشتراک می‌کنیم. دیگر یگان امورات در کمیته ما نداریم و کمیته هم داخل شدگی نیست. نسبتی سوال اخوان شما نسبتی پیدا شدن یگان سرمایه‌گذار در بردن کارهای گروی جستجویی عموما در کانی منصور کلام چیزی که به همگان معلوم است و مقصدی و تندرهای بین‌المللی جلب نمودن سرمایه از سال 2008 پروسس طریق تندری بین‌المللی ارزیابی نمودن کارها در کان منصور کلام رفته ایستاده است. کارهای زیادی در این سمت رفته ایستاده است چون که از همین سال 2008 سر کرده و 74 شرکت کلانترین که در سمت کارکرد متل از آن جمله نقره در جهان شرکت های کلانترین سر خود دارند طریق رسانه های خبری، طریق اینترنت، طریق کورپوس دیپلماتی و دیگر طرف ها قطعی معلومات رسانده شد. از همین 74 شرکت کلانترین دنیا 12 شرکت میل اشتراک کردن و پیدا کرد. از 12 شرکت در نتیجه شناسایی شدن با موادهای این کان 10 شرکت رغبت اشتراک پیدا نمود و در وقتی شناسایی با کارهای آمادگی و حجم کارهایی که در مورد اصل کردن کان به انجام میرسد در مرحله نهایی 4 شرکت میل خواهش پیدا کردن اظهارند. میبخشید کدوم شرکت ها میتونید نام ببرید؟ اینا 2 شرکت از شرکت های خیتایی، یک شرکت از قزاقستان، یک شرکت دیگر از گرلندیا. مشخص 4 تا شرکت